بعد از مرد کودک و یه قرنطینه 100% تو 14 سالگی دوباره به مقوله دختر روی آوردم و یه جورایی شانس آوردم، چون اگه یکم دیگه قرنطینه طول میکشید به مقوله پسر روی میره، چون من نمیدونستم چی به چیه. تا اینکه یه روز پسرده مکس یه خانم محترم اینو نشونم داد، نگاش که کردم شوکه شدم، خدایا چرا قطع عضو شده. حالا از نظر ظاهری هم خیلی بهتر شده ولی چرا همچین کاری باش کردن؟ مقوله پسرها و مقوله دخترها فرق میکنه. من اینو نمیدونستم. پس ای که تو فحشا میدادیم ای بود، ای که چیز بدی نیست. حس دانشمندی رو داشتم که کشف بزرگی کرده. من آدم برونگراییم، برای همه تعریف میکردم. شما میدونستی نه ندارم؟ شما میدونستی؟ شما که میدونستی. ولی دو نفر بود که بیشتر از باقی دوست داشتم براشون تعریف کنم. اولیش بابا بزرگ خدا بیامرز بود. دوست داشتم همون لحظه یه استپی بگیرم برم در دارالرحمه، برم سر قبرش بگم بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم. با بزرگ بدبخت کلاغا بچه رو نمیسازن. مامان بزرگمون بهت دروغ گفته بود، بچه ها هم با یکی دیگه ساخته. بسم الله الرحمن الرحیم. دومین نفری که دوست داشتم براش تعریف کنم دختر همسایه‌مون بود که خیلی هم از من بزرگتر بود. یادم من بچه بودم، با این تنها تو خونه بودم. دختر همسایه لباس نیمه برهنه‌ای تنش بود و رفتار اغواگری داشت. نشست کنار دست من، خودشو چسبون بهم، دستشو کشید رو پام، گفت مجید میدونی وقتی بچه به دنیا میاد دکترها از کجاش میفهمن که پسر یا دختره؟ گفتم بله. شما میری میوه فروشی میخوای هندونه بخری، او هندونه فروش از کجا میفهمه که داخل این هندونه سفیده یا قرمزه؟ بچه هم انگار هندونه دکترها هم خیلی واردن. بچه که به دنیا میاد 2 تا میزنن زیرش خودشون متوجه میشن. دختر همسایه از فصاحت و بلاغت من به وجد اومده بود و من با افتخار اتاق ترک کردم. دوست داشتم همون لحظه برم در خونهشون زنگ سومو بزنم بگم سوسه به دروغ گفتم، بی پایین تا برات تعریف کنم فردا. ولی متاسفانه خیلی دیر شده بود، چون قبل از من چند نفر دیگه هم براش تعریف کرده بودن. سوسن پولی شده بود و انصافاً قیمت مناسبی هم داشت. با کشفیات جدید مقوله دختر به مقوله مدرنی برام تبدیل شده بود، ولی متاسفانه تو محیط مناسبی نبودم. مدرسه ما خیلی خلایی بود. مدرسه ما اینقدر خلایی بود که اگه کسی توش دوست دختر میگرفت همه فکر میکردن این گیه. دوست دختر گرفتن. مرد تا وقتی رفیقاش هستن دنبال زید نگاه توفیق زاده بکن. ولی خوشبختانه خیلی زود همه متوجه شدن که دارن اشتباه میزنن، البته بجز توفیق زاده که همون جوری بیشتر باش خوش میگذره. تو اون دوران هممون افتاده بودیم دنبال دختر. جوامع دختری جوامع ناشناخته‌ای بود و ما هیچی ازش نمیدونستیم. تنها چیزی که میدونستیم این بود که مال ما با مال اونا فرق بکنه و ما میخوایم. حتی نمیدونستیم که اونا هم میخوان. دیگه میگم هیچی نمیدونستیم یعنی هیچی نمیدونستیم. یه بار علیزاده از مدرسه داشت تنها برمیگشت خونش، من از دور داشتم میره میپاییدم، یه دختری از فاصله کمتر از 2 متری رد شد. علیزاده زوزه کشید. یه تئوری روانشناسی وجود داره میگه انسان در مواقعی که نمیدونه باید چی کار کنه روی میاره به خشونت و من صحت این تئوری جلو مدرسه‌مون دیدم. چون درسته که مدرسه ما خیلی خلایی بود ولی توی منطقه با کلاس دخترخیز بود و هر روز خدا جلو مدرسه ما جر میشد، ضرب و شتم میکردن، میدریدن همون. ساعت 2 اونجا معشر خر بود، یکی با موتور سیکلت تک چرخ میزد
یکی یکی رو میزد، یکی برای خودنمایی سیگار میکشید، علیزاده زوزه میکشید. قضیه جدی بود و ما تو کارمون استمرار داشتیم و یه جورایی هممون با همدیگه تصمیم گرفته بودیم تا زمانی که نتیجه حاصل نشده به معشر خر ادامه بدیم. ولی متاسفانه نتیجه اون چیزی که ما میخواستیم نشد. چند تن از دعوایا کشته یا زخمی شدن و از تعدادشون اطلاعات دقیقی در دسترس نیست. موتوری خورد زمین و کمرش شکست. سیگاریو الان شیره میکشه و علیزاده فتح بیضه گرفت. حالا سوالی که پیش میاد اینه که اون وسط من چی کار میکردم؟ سوال خوبیه. من یه استراتژی تو این راز بقا یاد گرفته بودم از کروکودیلا. همزمان با برگزاری محشر خر من محیط ترک میکردم. میرفتم توی پارک محلی نزدیک خونمون، نزدیک مدرسه. از وسط این پارک گله های چندتای دختر رد می شدن. کنار پارک یه آبسردکن سالم بود که گله های دختر از این آبسردکن سالم آب می خوردن. من میرفتم کنار این آبسردکن کمین میکردم، صبر میکردم که یه دختر نزدیک بشه و یهو وارد عمل میشدم. آب میخوری؟ خوب میخوری؟ به 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 جون اوفه تا 6 ماه به این مزاحمت های بی حاصلم ادامه دادم، ولی متاسفانه سگ هم جواب منو نمیداد و توفم تو صورت من نمینداختم. تا اینکه یه روز دختری با کیسه خرید اومد اونجا آب بخوره. با خودم گفتم یه بار برم اینجا آدم صحبت کنم ببینم چطور میشه. رفتم اونجا، گفتم سلام خوبی؟ گفت سلام مرسی. تمام زور رو گذاشتم که زوزه نکشم. واویلا اینا هم با زبون ما صحبت میکنن. دیگه نیازی نبود برم لب آبسردکن میگم اینا هم با زبون ما صحبت میکنن. من نمیدانستم. بهش گفتم کمک میخوای؟ گفت نه مرسی. برفت. تو کل مسیر خونه داشتم به دختر فکر میکردم. سلام مرسی. نه مرسی. رسیدم خونه، مامانم گفت سلام مجید غذا میخوری؟ گفتم سلام مرسی. نه مرسی. اون روز تقریبا هیچ کاری نتونستم انجام بدم. داشتم به دختر فکر میکردم. سلام مرسی. نه مرسی. شب شد خوابم گرفت و هنوز داشتم به دختر فکر میکردم. سلام مرسی. نه مرسی. کم کم تفکراتم به تخیلات تبدیل شد و تخیلاتم منو به هیجان آورد و یهو از بدنم خارج شد. سلام مرسی. نه مرسی. 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 احساس می‌کردم غنیم. با تمام دنیا در یک صلح و آرامشی بودم و به صورت موقت به این آگاهی رسیده بودم که دخترم همچین چیز خاصی نیست. آدم باید تمرکزش بذاره رو خودش، درسش، زندگیش. آره. و خوابم برد. صبحش با یه خستگی توأم با کفراتی بیدار شدم. یه لحظه به خودم اومدم دیدم من